دوستای عزیز، ما بعد از یک هفته مشکلات، سختی در قاچاقی، زدن کندن، مردن، بالاخره خود در ایران رساندم. حالا آمدیم که طاق بیادرم پیدا کنیم. اونجا آدرس دادن که می کوچه و می ساختمان اینجا برو پیدا میشه. باشه میشه یک نفر اگه باشه. یعنی وطندار است. وطندار خوب هستی؟ امی اتاق این کدام است وطندار؟ کار داری او بده. بیادرم است لالا. او بدر. این چی؟ میشه است؟ این اتاق شده این اتاق. او فکر کنم داداشم اومد به خدا. سلام داداش کدی لالا خوبی؟ هستی؟ چه خبر جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر اومدی داداش. چی است؟ قربونت بفرما. حالا اتاق نمیشه است؟ آره اتاق خودت داداش، این اتاق که تنها مال من نیست، الان مال خودت آمد. بفرما داداش، بفرما قربونت الهی برم داداش. چی خبر؟ خوبی؟ بخیر اومدی داداش. بیخی بخیر. دیدی را قاچاقی را که دیدی داداش، من که اومدم چقدر فکر کن جنجال و زحمت رو دیدم. یک نفر مردن میروی قاچاقی. خدا را شکر تو بخیر اومدی داداش. پشتی نرفان هستم قربونت برم. بزن چای تو بزن تا اون موقع من مومانم یه زنگ بزنم که بگیم داداش من رسید. الو سلام مامان، خوبی؟ حالت خوبه؟ چی خبر مامان؟ آها الهی قربونت برم، دورت بگردم مامان. نه خیالت راحت باشه مامان، خیالت راحت باشه. نه این پسرت من میدونم این پسرت خیلی نازدانه است، ولی پسر کوچیکته دیگه. حواسم بهش است. باشه مامان، خدا نگهدار. بابام سلام برسون، بگو بخیر اومد رسید پیشم. سلام. خدا نگهدار. آره پولا میفرستم براتون. باشه خدا نگهدار. چی خبر؟ بخیر اومدی؟ خیرتی است بخیر اومد. قربونت داداش. اتاق تمیز است یا آمده یه جای کارت است یه کجاست؟ نه اینجا من زندگی میکنم داداش. اتاق تمیز است؟ آره. چه رقم اتاق است؟ چرا؟ چی مگه؟ چیشه؟ اولی اتاق است یا چتلی خانه یا جنگلی خانه است؟ چیشه داداش؟ چیشه؟ اولی دیوالای زیر سایکو چتلی ها را سایکو چتش سایکو. حالا تو عکس روی کده بودی که اتاق تم جای کارم نمام میکردی، در پارکام میرفتی، یک جای روی میکردی که دلم من میدقم میخواستم بیایم پیشت بیایم. حالا ما با یک سختی خود رساندم اولی اتاق سایکو. داداش این حرفا علکی بود داداش. اون عکسایی که من برای تو پارک بود و تو بحر بود و آبای قشنگ می آمد و میرفت، اونا عکس‌ها رو من قشنگ تو فوتوشاپ تو موبایل درست میکردم برای شما میفرستادم داداش. اون خبرها نیست. اینجا ما اومدیم برای کار داداش. ما اینجا فقط برای زحمت کشیدن اومدیم کار. اتاق ما رو نگاه کن داداش، اتاق ما چیشه؟ خود درست است، فرش قشنگ نداریم، یه بالش داریم و یه توشک داریم، دیگه چی بخوایم داداش؟ مردم در ایران میگه که چکر برگم تو ایران، نامش ایران چقدر جای داشته باشه تا ما دید چتری خود انداخته. ای چی از جای داداش؟ از اون حرفا نیست. اون حرفا که تو بیایی فقط برای اشغال و طبیعت و چکر اینا داداش، این حرفا نیست. ایران فقط برای کار داداش، فقط برای من و تو که از افغانستان آمدیم پا شدیم آمدیم کار کنیم داداش. ما برای اشغال که نآمدیم ایران داداش. در اشغالش میکنه. 5 سال در ایران بودید ما گفتم میگن والا گوشی ایرانی خوبش است. حالا در 5 سال رفت یک دونه سامسونگ گرفته داخل. ما اینجا اومدیم در خاطر موبایل و چکر رفتن و پیسه‌ش و چیزایش اومدیم که حالا اینجا این پای موبایل و تو باشه ما نمیشینیم 5 دقیقه نمیشینیم. من آمدم از اول عکس روی میکردی میگفتی که حالا این پلی جای است میای یا نمی اومدم. ما اینجا عکس روی که دل ما خوش کردی که حالا بهم حداقل اتاق خوبش میبود که ما اینجا میشیم. تو باشه نمیشینم ما. یعنی داداش تو میخوای بری افغانستان بری؟ پس برم سختی ها را کشیدم آخر اومدم جای است شمدید است. داداش اگه افغانستان بریم من چی کار کنم؟ من اینجا تنها کار کنم داداش. نزدیک 5 سال است که من اینجا زحمت میکشم داداش. در 5 سال کار کردی الان کار بود. همش جنای منه. 5 سال گرفتم اینجا، خدا که پول بفرستم به افغانستان داداشمو فامیلم راحت باشه. الان داداشم نگاه کن، همش گناه منه که عکس‌ها را فرستادم افغانستان.
عکسای جای خوشگل نمیفرستادم، عکسای جای همین اتاقم میفرستادم که این اتاقم چجوری وضعشه. بعد اونجا درک میکردن که حالا آره این پسر ما خیلی زحمت میکشه، جای خوابش درست نیست، جای کارش درست نیست، این صاحب کارش باید حرف بزنه. همش اشتباه منه.